نماز چی است؟ کسی که نماز نمیخونه حکمش چیست؟ این اهل دل گفت حکمش است که دستش بگیری به طرف مسجد ببری. یعنی پیش از اینکه ما قاضی شویم باید دعوتگر شویم. نگو جناب مولانا همسایه من نماز نمیخوانم، برو از دستش بگی به طرف مسجد بیارش. رفیق من نماز نمیخوانه مولوی صاحب، رفیقم خیلی دوستش دارم، برو از دستش بگی به طرف مسجد بیار. نماز نمیخوانه همسر، برو برایش بگو عذر بکن، گریه بکن، برش بگو دوست دارم فقط نماز بخوان همسرم، من میترسم که روز قیامت آتش جهنم بین من و تو فاصله بیندازد. فرزندت نماز نمیخوانه دستش رو سوب بگیر. دخترت نماز نمیخونه، برو بالای سرش بشین، سرش سیله بکن، پیشانیش بوسه بکن، دختره که بخس، مادره که برو نماز بخوان، باز آمده بخواب، بسیار با عذر بغلش بکن، بلندش بکن که تا الله ببیند که چقدر دینش را دوست داری، تا الله ببیند که چقدر فرزند خود را تو دوست داری. موبایل آیفون خریدن محبت نیست به فرزندان، کامپیوتر خریدن محبت نیست، موتر آخرین سیستم خریدن محبت نیست. این است که دخترت و پسرت نماز صبح در جماعت باشد، پسرت و دختر داخل خانه نماز بخواند. این است محبت.